سلام دوست من، حالت چطوره؟ وقتت بخیر باشه. این پست رو لایک کن. بریم ببینیم پیغام بعدی شخص استاسی به ما چه چیزی هست. او شما رو درست ترین میدونه، شما رو بهترین میدونه. خیلی زود میخواد به سمت و سوی شما بیاد، خیلی زود از سمتش پیغام دریافت کردن دارید، دلتنگی افتاده. شما جفت روحیش هستید، میخواد در کنار شما باشه، انتخاب شما هستی، میاد و بهتون ابراز علاقه کردن داره. گاهی وقتا یک سری شک و شبهه هایی توی رابطتون به وجود میاد، تردیدهایی به وجود میاد و باعث میشه یک سری تصمیم گیری هایی در لحظه اتفاق بیفته، ولی خیلی زود این کدورت یا ناراحتی یا تردیدها از بین شما برداشته میشه. میخواد که به سمت و سوی شما حرکت کنه، به شما علاقه‌منده، در کنار شما احساس تکامل داره، احساس میکنه یک انسان کامله، عشق بی نهایت رو داره نشون میده. الان متمرکز شده روی شرایط و موقعیت خودش، میخواد یک سری شرایط و موقعیت رو فراهم کنه، میخواد کدورت ها رو برطرف کنه، میدونه که ازش دلخوری، میدونه که ناراحتی، میخواد با شما تشکیل زندگی بده، میخواد در کنار شما به اون آرامش، به اون آسایش و به اون امنیت برسه. روزتون بخیر باشه.